سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 دکابر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. از 16 تا 22 سال حکم زندان 5 زاده تاجیکستان و یک داغستانی برای نقشه حمله به بنای فسب در مسکو. مرگ طفل 1.5 ساله مهاجران تاجیک در کراسنویارسک از داروی آنتیبیوتیک. 4 روز و یک عائله در نویه غفوروف از استعمال کنسرو خودساخت زهرآلود شدند. پیشگیری از انتقال 27 کبوتر و 20 پرنده دیگر از روسیه به تاجیکستان. بازداشت 2 نفر جسماً سالم که خود را معیوب و درمند وانمود کرده طلبندگی می‌کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه دوم حربی حوزه غربی در شهر مسکو روز 14 دکابر سال 2023 5 زاده تاجیکستان و 1 زاده جمهوری داغستان روسیه را در آمادگی به حمله تروریستی به بنای اساسی فسب در میدان لوبیانکا در مرکز پایتخت روسیه گناهکار شناخت. بنا به خلاصه دادگاه این 6 نفر عضو سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش بوده قصد داشتند که روز 1 ماه سال 2022 قبولگاه فسب را ترک کنند، سپس با سلاح و گرانات به ازدحام راهگذران و بناهای اطراف حمله کنند. دادگاه حاجی مراد حسن علیف زاده داغستان را به 19 سال زندان محکوم کرده 5 زاده تاجیکستان وابسته به نقشهشان از 16 تا 22 سال حکم زندان نظامش سنگین داد. منوچهر بوریف 22 سال زندان، امک بچهش رجب بوریف 16 سال زندان، عبدالملک سمیف 17 سال زندان، سمندر توشمرادوف 20 سال زندان، عبدالقادر طایروف 23 ساله که او را مرگ طلب مینامند 17 سال زندان. با قرار دادگاه از 4 تا 6 سال اول حکمشان را این 6 نفر باید در محبس پوشیده ادا کنند. به گفته ادوکات‌ها در جریان مرافعه 4 نفر از متهمان از بیانات در وقت تفتیشات داده خود دست کشیده، تنها 2 نفر و آن هم قسماً عیبنامه را به گردن گرفتند. در اول هفته جاری عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای منوچهر بوریف 25 سال زندان با 900,000 روبل جریمه، برای توشمرادوف 24 سال با 900,000 روبل جریمه، برای حسن علیف 20 سال و 500,000 روبل جریمه، برای طایرو و سمیف 18 سال با 500,000 روبل جریمه و برای بوریف خردی 16 سال با 500,000 روبل جریمه طلب کرده بود. عیبدار کننده گفت سبب چنین حکمای شدید را طلب کردنش این است که متهمان عقیدتاً میخواستند عمل تروریستی انجام بدهند، نه از گمراهی. خود متهمان برای شرح پرونده دسترس نیستند، ولی تفتیشات میگوید که این نفران که همگی از 19 تا 25 سال سن دارند در مسکو در ساختمان‌ها یا همچون کوریر کار میکردند و گویا عبدالقادر طایروف که همگی 23 سال دارد راضی شده است که نقشه حمله‌گر مرگ طلب را اجرا کرده خود را در داخل بنای فسب در مرکز مسکو بترکاند. بنا به فرضیه تفتیشات از ماه مارس تا اپریل سال 2022 عیبدار شوندگان شعبه سازمان تروریستی در روسیه ممنوع داعش را تشکیل کرده در حضور همدیگر به این سازمان بیعت سپردند و بعدا خود را در مرکز میدان لوبیانکا ترکانیده و همچون طلب اساسی خروج نیروهای روسیه از سوریه را طلب کنند. فسب میگوید افسران امنیتی از این نقشه آنها خبر یافته از پسشان میپویدند و ماه اپریل سال 2022 وقتی که آنها علیه به انجام حمله آمادگی میگرفتند همشان را دستگیر کردند. ادوکات‌ها قبلا این پرونده پرسر و صدای قصد حمله به بنای فسب را سیاسی شدن امیده گفته بودند که در اصل نفران زیر حمایت آنها قربان عملهای تحقیرآمیز کارمندان فسب شدند. حامیان حقوق بسیاری از پرونده ها با اتهام تروریسم به ضد مهاجران در روسیه را زیر شبهه گذاشته میگویند اکثر این پرونده ها بافته و ساخته بوده کارمندان نهادهای امنیتی روسیه از حساب مهاجران بی حقوق و بی حمایت میخواهند نتیجه خود را در راه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی از بودش زیادتر نشان بدهند. در شهر کراسنویارسک روسیه در پی با سوزندارو گذرانیدن آنتیبیوتیک دخترچه 1.5 ساله یک عائله مهاجران تاجیک جان داده است. در این باره روز 15 دکابر سال 2023 نشریه محلی نووی خاکاسیا خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه فاجعه روز 18 نوامبر سال 2023 رخ داده است.
مادر 30 ساله دخترچه و پدر 39 سالش به سبب در روسیه ثبت نام قانونی نداشتن جوانزن تصمیم گرفتند که فرزند بیمار شده را خودشان مستقلانه در خانه تبابت کنند. مادر کودک به بدن او با سوزندارو انتیبیوتیک سیفتاکسون گذرانیده است، ولی دارو باعث به شوک آنافیلاکتیکی و سودرو افتاندن کودک شده است. پدر و مادر کودک را فوراً به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند که این کودک را از مرگ نجویند. کودک به حالت کما افتاد، همین طور دیگر به هوش نیامده جان داده است. حالا پدر و مادر را به اون ابزار میکنند که به جای به طبیبان مراجعت کردن خودشان دست به طبابت کودک زدند. در رابطه با این حادثه بر اساس قسم یکم ماده 109 کودکس جنایی روسیه با اتهام از بی‌احتیاطی به مرگ رسانیدن کودک پرونده گشودند. به پدر و مادر بر اساس این بند قانون همچون جزا تا 2 سال کارهای اصلاحی یا مجبوری و تا 2 سال حکم زندان تهدید میکند. این علاقه دومین حادثه مرگ کودکان خردسال مهاجران تاجیک در روسیه در روزهای اخیر است. قبلا خبر آمده بود که دخترچه 2 ساله یک عائله زادگان تاجیکستان شب 13 دکبر سال 2023 در شهر پریازیورسک ولایت لنینگراد روسیه جان داده است. هر سال در روسیه تا 1000 نفر از زادگان تاجیکستان به علتهای گوناگون به زندگی پدرود میگویند. حادثه های ناخوش در جای کار و جای زیست یک علت عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه شمرده می شود. 4 روز و یک عائله در نویه باباجان غفورov ولایت سوخت بعد استعمال خورش کنسرو خودساخت زهرآلود شدند و به بیمارخانه انتقال یافتند. حادثه روز 9 دکبر رخ داده است. طبق اطلاع مراجان جورایف سردختر بیمارخانه مرکزی نویه باباجان غفورov کلین زهرآلود شده این عائله حامله بوده است. این حال کلین و خوشدامن در شعبه ایای بیمارخانه بستری گردیدند. حالت 2 نفر دیگر نسبتاً معتدل ارزیابی می شود، اما آنها هم در بیمارخانه بستری گردیدند. زهرآلودشوی 4 روز و یک خانواده در حالی است که یک روز پیش از این حادثه 8 دکبر سال 2023 مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سوخت برای پیشگیری از زهرآلودشوی ساکنان آگاهنامه نشر و پهن کرده بود. در آگاهنامه مرکز توصیه داده می شود که از استعمال محصولات پس صفت بخصوص کنسر و آیخونگی که شبهه‌ناکند خودداری نمایید. تاکید می‌گردد که در حالت پیدا شدن علامت‌های زهرآلودشوی در حال به دکتران مراجعت کنند، زیرا یگانه راه تبابت این واردگردانی زردوبه‌های ضد بوتولیسم است. تاکید مرکز بیهوده نیست، زیرا چند پیش یک ساکن نویه 8 ولایت سوخت بعد استعمال خورش زهرآلود شده است. یادآور می‌شویم که از آغاز سال در ولایت سوخت 3 حالت گرفتاری به زهرآلودشوی به قید گرفته شده، در نتیجه 3 نفر به هلاکت رسیدند. 9 نفر دیگر با گمان زهرآلودشوی بستری گردیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در یک هفته اخیر از آشکار شدن 2 حالت مردم فریبی طلبندگانی که در اصل سالمند ولی با مقصد ناخون زدن به احساس دلسوزی مردم و به دست آوردن پول بیشتر خود را معیوب وانمود کرده در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان دست به گدایی میزنند. ملیس پایتخت از جمله روز 15 دکبر سال 2023 خبر داد که ضمن برگزاری سنجش نوبتی از جانب کارمندان میلیسیا شهروند نسکو و سفینه سال تولدش 2005 ساکن دهه تندره در کنار شهر وحدت هنگام در بین راه موشینگرد به طلبندگی مشغول بودند بازداشت کرده شد. در اطلاع گفته می شود که سفینه نسکو هر روز با مقصد به دست آوردن مبلغ در شهر دوشنبه آمده در عربچه معیوبی نشسته خود را درمند وانمود می سازد و در بین راه موشینگرد حالت خطرناک و صدمه‌آور را به میان آورده از رانندگان و راهگذران طلب کمک می نمود. ضمن سنجش معین کرده شد که در اصل تن و بازی سالم داشته، مقصدش تن و به دست آوردن مبلغ می باشد. میلیسا گفت وابسته به حالت مذکور نسبت نام برده مواد ضروری ترتیب داده شده، چاره‌های تاثیررسانی و قانونی اندیشیده شدند، اما درباره اینکه نسک و سفینه مشخصاً چه جزا گرفت در اطلاعیه چیزی گفته نشده است. در ماه دکبر این علاقه دومین حالت از جانب ملیت دوشنبه آشکار شدن مردم فریبی افرادی است که خود را معیوب وانمود کرده
در کوچه‌های پایتخت تاجیکستان گدایی میکنند. هفته قبل میلیسای دوشنبه پردایف بدرالدین اسکندرویچ سال تولدش 1993 زاده شهر وحدت خبر داد. سراج الدین شکوری سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه در یک گزارش ویدیویی گفت بدرالدین پردایف جسماً سالم است ولی در دست عصا گرفته، به چشمان عینک گذاشته است و خود را معیوب وانمود کرده در کوچه‌های پایتخت طلبندگی میکرد. خود پردایف در این گزارش اقرار کرد که عصای معیوبی را از یک داروخانه با نرخ 60 سومونی خرید. خود را لنگ وانمود میکرد تا دل مردم بسوزد و برایش پول بیشتر دهند. میلیسای دوشنبه وعده داده است که با مقصد آشکار کرده و به جوابگری کشاندن افراد جسماً سالمی که با راه مکر و فریب ظاهراً خود را معیوب و درمند وانمود ساخته در راه‌های ماشینگرد و کوچه و خیابان‌های پایتخت به طلبندگی مشغولند، بازم رید و عملیات‌های سنجشی و پروفیلاکتیکی گذرانیده می‌شوند. میلیسا گفت این اقدام از جانب شهروندان نیز هم‌آوازی پیدا نموده خواستار به طور همیشگی گذرانیدن چنین عملیات‌ها شدند. در اینترنت ویدیو پیشدستی یک زن که کلچه گزیده پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون را چالو کنه به قول مردم قبض زده گرفت پرتماشابین شده است. امامعلی رحمون که با سفر کاری در نویه وحش قرار دارد روز 14 دکامبر سال 2023 در نویه کوشانیان در مراسم افتتاح سردخانه شرکت سامان اگرو صناعت اشتراک کرد. گفته می شود که در این سردخانه فعلا می توان تا 2000 تن میوه و سبزیجات و بعد انجام مرحله دوم ساختمانش زیاده از 4500 تن میوه و سبزیجات جایگیر کرد. دستگاه‌های زمانوی از کشورهای ترکیه و ایتالیا وارد گردیده حرارت داخل سردخانه را از 5 درجه گرمی تا 10 درجه خنکی نگاه می‌دارد. چون این شرایط امکان می‌دهد که میوه و سبزیجات تر و تازه و با صفت نگاه داشته شود. اما بازدید امامعلی رحمون از این کارخانه بیشتر با رفتنش به پیش زنان نانپزی که در نزد یک تندور گرد آمده بودند در خاطر نقش بست. امامعلی رحمون یک کلچه گرم از تندور کنده شده را گرفته کمی از آن چشید و سپس خواست که آن کلچه را به کسی دراز کند، ولی یکی از زنهای نانپزی که در پهلوی پرزیدنت ایستاده بودند چالاکی خاصی نشان داده آن کلچه را از دست پرزیدنت قبض زده گرفت. امامعلی رحمون را از این حالت خنده‌اش آمد. اداره روسیلخوزنظور ولایت چریابینسک و روسیه خبر داد که کارمندانش امروز با مرزبانان از اول ماه دکامبر سال 2023 از دو حالت کوشش از روسیه به تاجیکستان بردن پرندگان پیشگیری کردند. روز 11 دکامبر سال 2023 در مرز روسیه با قزاقستان در گذرگاه بوگریستوی در ولایت چریابینسک یک شهروند روسیه را منع کردند. او با خود بدون اسناد بیتوری و سرتیفیکات بیتوری با فرم رقم 1 اتحاد گمرکی می‌خواست 27 کبوتر را از شهر یکاترینبورگ روسیه توسط قزاقستان به شهر دوشنبه تاجیکستان برد. بر اساس قسم دوم ماده 10 کودکس قانونشکنی‌های ماموری روسیه این کبوترباز را جریمه بستند ولی با خود بردن کبوترها را به او اجازت ندادند. همین طور روز 5 دکامبر در همین گذرگاه بوگریستوی کارمندان روسیلخوزنظور و مرزبانها مانع به تاجیکستان بردن 20 پرنده دکوراتیوی شدند. سبب باز همان بود نداشتن اسناد بیتوری از جمله سرتیفیکات بیتوری با فرم رقم 1. راننده ماشین گفته است که این پرنده ها را از شهر یکاترینبورگ توسط قزاقستان به تاجیکستان میبرد. او را نیز بر اساس ماده 10 جریمه بسته برای بردن پرندگان اجازت ندادند. قبلا روز 21 نوامبر در همین گذرگاه تلاش از روسیه به ازبکستان بردن 20 پرنده گایچکا پیشگیری شده بود. اداره روسیلخوزنظور یادداشت کرده است که تمام جانوران از جمله پرندگان هنگام عبور مرز از نظارت بیتوری میگذرند. هدف این نظارت را ندادن به پنشوی بیماری‌های سرایتی خطرناک است که می توانند هم جانوران و هم انسانها را سرایت کنند. در صورت سفر با جانور به کشورهای اسنگه باید در کلینیک بیتوری محله زیست و محله سفر جانور شهادتنامه در فرم رقم 1 پر کرده شود. در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اوراسیا برای جانور باید از یگان کلینیک بیتوری دولتی سرتیفیکات بیتوری اتحاد گمرک را در فرمت رقم 1 گرفت. این اسناد باید نه کمتر از 5 شبانه روز قبل از سفر پر کرده شود. در داخل قلمرو روسیه برای انتقال جانوران چنین اسناد بیتوری طلب کرده نمی شود، ولی اگر شما یگان جانور را از منطقه‌ای که به خروج بیماری گریپ پرندگان دچار شده است به یک منطقه سالم بردنی شوید،
این را به شما اجازت نخواهند داد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 36 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که شب 13 دکامبر سال 2023 تخمینا ساعت 22:30 دقیقه مرد 29 ساله ساکن همین شهر در منزل استقامتیش به یگان اساس با او مناقشه نموده با کارد یک مرتبه به قسمت شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در ناحیه اسماعیل سالمانی عریضه جوان 20 ساله ساکن ناحیه دنغره وارد گردیده است که 28 نوامبر سال 2023 شبانه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به آشخانه سامانیان واقع در ناحیه اسماعیل سالمانی وارد شده از داخل خزینه 2500 سامانی و یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتیا نابالغ 17 ساله ساکن شهر ایسار با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوی بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.